بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امشب شب مردار بچه ها گرفته از هیئتی بگیم از انجمنی العصر دیگه جوانه امشب آمادگی برای افطاری میگیره و شای مرداره و جوانه هر کس کسی وظیفه خود رو انجام داده است و اینجا کسته آقای محسنی است که داره و چیز جورونه. آقای محسنی من نشنید. سلام علیکم. خوبید بخیرید جان چم جوره؟ موجم سرواز خوب نیه دیگه. سخی سرید. چیز را؟ سوزی را. بیا. دیگه چی جورید درویره؟ والله برای کوفته مختمونم. خو کوفته جورید. آره کوفته است تا برنج. دیگه آرد بولانی تر کردیم، سوزی بولانی را تر کردیم. منتظر کچالویشیم، کچالو باید که سکنیم. خو خلاصه مینو امشاشم کسته کوفته کوفته و چاولو آره برنج بولانیه. بولانیه. خو آقای وقار منده نباشین. خوبید بخیری؟ جان چم جور است؟ خدا را شکر. شما کمک آشپزید دیگه؟ والله ما امروز که آقای میرخوان دیگه مردم کم کمک کنیم. بسیار خوب انشالله که قبول باشد. قبول حق باشه انشالله. تمام دوستان زنده باشید. خب سه دیگه باز افطاری میگیریم انشالله دیگه. خب بوری مالی طرف دیگه برادر کی دیگه شو برسل کنیم. نه گیرم گفته شی یک از خوارایز موش پخته کرده دمینج تازه دیگه رفته دو اتاق شده مندشته بدبخت پالک برای بولانی اما دیگه گرفته دیگه انتظار کچالوش هسته تا که اون انشالله تعالی گرم پختهش نه دیگه بس قضیه گرد شده دبلیزی پیاز ازی که یه ندرو از پیازای نش پیاز که میگه پیازای دراز گیرم برای زو جور کرده انشالله تعالی که دوستا رفیقا بس بعدن بولانی رگرد کرده پخته کنه. خب دوستا دیگه می قصر ویدیو گرفتنی بودم باز انشالله تعالی با خیر سری فرصت باز یک ویدیو جوری میریم میزنیم انشالله دیگه هر کسی که اشتیاق داشته اگر شاه ماد بینجی بس ما آدرس را میزنم بخیر باید منجی فعلا موفق باشین. بازم ما میگم منطقه 20 رافائل گاسه 6A العصر سنتر است مسجد سنتری دیگه هر کسی اشتیاق داشته در افطاری میتونه شرکت کنه. شای مرده است دیگه. التماس دعا موفق باشین. خداحافظ. با امان خدا.